ساکنان کوچه رودکی 58 پایتخت میگویند بدون آنکه مقامات آنها را با منزل زیست تامین کنند، خانه‌های استقامتیشان را تخریب کردند. قانون یعنی کنستیتوسیای 25 پونکت قانون 25 پونکت 2 در نوشتگیه که اول باید آدمان را راضی کنند. در این خودش جناب اولی گفته که همین آدما را جابجا کنید، با خانه‌هاشون ویران کنید، راضی شوند. لیکن ما را راضی نکردند. یک اویله 3 تا اینوالید، در یک اویله دیگه 1 تا اینوالید، در اویله دیگه پیرانسالان کودکان زندگی دارند. ما به سویت، به آب، به توالت هازی، گفتی گپا به حاجتخانه، به حمام، هیچ شرایط زندگی نداریم ما در اینجا. همین خودمون مجبور کرده که ما هم گفتی گپا ما را مثل دیگرها حساب میکردن، ما هم خرده باشیم که اینجا نخیزیم، نرویم در همین خاک چند زندگی کنیم. ما دبده میفوره در اینجا زندگی کردن، لیکن ما مجبوریم برای که نداریم جان نداریم جای دیگر رفتن. ساکنان از آن اظهار نگرانی میکنند که حکومت شهر برای خریدن خانه‌های نو مبلغ کافی نداده است و آنها نمیتوانند با این مبلغ داده آنها منزل زیست موافق به خود خرند. پولی که جدا کردگیه کمه، خیلی هم کمه که ما برای اون خانه پیدا کردن نمیشه و نمیتونیم. یا خانه را گرفتن جدا کردن به 3 گروه، اعلی، میانه، خوب. اعلی، میانه، خوب من هیچ نفهمیدم. خانه ما را به چی کردن؟ حساب کردن. این به اعلاش نکردن، به میانش نکردن، به خوبش هم نکردن. این هیچی همون پولی که حساب کردن و هیچ کدامش داخل نمیشه. شرکت هایی که در این منطقه خانه می سازند ارزش 1 متر مربع را $700 تعیین کردند. 98,000 سومونی کجا در خانه میابیم؟ ما را خانه نشون دادن که رفتیم که یک خانه خروشوفس که همونجا در موی سفید میخونجا دیا من یا جنوش و میسو یک خودش توقع نیست. اینجا در قید 5 کسند. زیاد طلب نکردیم. همین چین خانه خود مونده در همین شهر، مرکز شهر ما را خانه چند ما میخیزیم. آزر گفتیم که وایم نه در مرکز شهر، نه در ظرفشون کجای رفتیم، من برای همین صندوق خانه پیدا نکردم. تخریب بیناهای استقامتی در پایتخت بر اساس نقشه کل سال قبل شروع شد. بر اساس این نقشه باید تمام بیناهای تا 4 آشیانه تخریب شده، به جای آنها بیناهای تا 25 طبقه ساخته شود. مقامات میگویند با سازی پایتخت برای حل مسئله دسترسی ساکنان به منزل گرفته شده است که هنوز هم یک مشکلی اصلی مردم تاجیکستان دانسته می شود. با این وجود برخی ساکنان از تحولات اجتماعی و اقتصادی پایتخت از جمله در چارچوب گیم پلان تخریب شدن ساختمان‌های ساخت شوروی در مرکز دوشنبه راضی نیستند و میگویند باید پیش از عملی شدن این اقدام شهرداری آنها را یا با منزل زیست تامین کند و یا برایشان مبلغ کافی جدا نماید.